محمد رسول الله. خداوند مردم مکه را اجازه داد تا هجرت کنند، خانه ها و وطن را که در آن به وایه رسیدند ترک کنند، اهل و عائله، مال ها، تجارت ها را ترک کنند و به شهر دیگر هجرت کنند، به ملک بیگانه. همه این به خاطر چی بود؟ به خاطر خداوند ذوالجلال. برادر برادری خود را ترک کرد، مادر فرزندانش را ترک کرد، پسر باشد پدر و مادری خود را ترک کرد. از عائله ها بعضی ها سفر کردند، بعضی دیگر نه. یکتاپرستان همه این را به خاطر خداوند ذوالجلال کردند و بودند کسانی که هجرت کردند شاید پیش از بیعت دوم. اما ابو سلمه با همسرش ام سلمه و فرزندشان خواستند در راه خدا هجرت کنند، لیکن خویشاوندان ام سلمه نگذاشتند تا با شوهرش هجرت کند و ابو سلمه به تنهایی هجرت کرد. اما فرزندشان باشد خویشاوندان ابو سلمه آمدند و خواستند این کودک را بگیرند، اما خویشاوندان ام سلمه راضی نشدند. همین طور میان آنها کشمکشی ها صورت گرفت و این عائله بود که پراکنده شد. کودک همراه با خویشاوندان پدرش باشد به مدینه هجرت کرد، مادرش باشد در نزد خویشاوندان خود. همین طور این عائله به پرگی پراکنده شد. همه این به خاطر چی بود؟ به خاطر خداوند ذوالجلال و رسولش. حتی که ام سلمه هر روز در سر راه می نشست و برای شوهر و پسرش گریه می کرد. 1 سال در چنین حالت بود تا اینکه با او اجازه داده شد تا هجرت کند و او راه مدینه را پیش گرفت. در راه او را عثمان ابن طلحه دید. او را تا مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم تا مدینه همراهی کرد. همین طور مهاجران از مکه خارج شده به سوی مدینه رفتند. به طور پنهانی، گروه و به تنهایی هجرت می کردند. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا. یگانه مقصدشان خداوند ذوالجلال بود. چیزی از دنیا در فکرشان نبود. مالهایشان را ترک کردند، فرزندانشان را ترک کردند، خویشاوندانشان را ترک کردند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. بسیاری از این مردم پنهانی برآمدند مگر عمر ابن خطاب به اهل قریش گفت من میخواهم به سوی مدینه به خاطر خدا و پیامبرش هجرت کنم. هر کی بخواهد تا مادرش به اعضایش بشیند پس مرا در این وادی منتظر شود. همین طور عمر با یک عزت و احترام از مکه برآمد. اما دیگران پنهانی برآمدند برای رضای خداوند و به دست آوردن خانه آخرت. و همین طور جماعه مؤمنان از مکه برآمدند مگر که اندکی از آنها در آنجا باقی ماندند. خداوند خواست تا مؤمنان را از یک شهر به شهر دیگری بکشاند. وقتی نماز پیشین بود پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه ابوبکر آمد. در یک وقتی آمد که از روی عادتش نبود. بسیار وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم یا اولی روز می آمد یا آخری روز، اما وقتی پیشین این کاری غریبی بود. حتی ابوبکر رضی الله عنه می گوید پیامبر تنها برای کاری بزرگی در این وقت آمده است. شاید یگان حادثه بزرگی رخ داده است. و در همین روزها بسیاری از صحابگان به مدینه هجرت کرده بودند و از بیعت عقبه کبری 2 ماه زیادتر گذشته بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد ابوبکر آمد. در خانه اش 2 دخترش بودند. عایشه خردسال و اپش اسماء در نزدش نشسته بودند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را دید گفت ای ابوبکر هر کی در خانه است آنها را بیرون برار، زیرا این کار یک سری بود، زیرا این حادثه بزرگی است، زیرا آن چیزی که من الان به تو میگویم تنها به من و تو دخل دارد. ابوبکر رضی الله عنه با دخترانش نگاه کرد. سپس با پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت
ای پیامبری خدا، اینها دختران منند، یعنی آنها امینند و هر سیر را نگاه می دارند. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن را آغاز کردند. گفت ای ابوبکر، خداوند مرا اجازه داد تا از این شهر برایم و هجرت کنم. اکنون وقتی سفر آمد. اکنون وقتی بزرگترین سفر در تاریخ این امت رسیده است. ابوبکر تنها غمش در کاری دیگر بود. چی بود آن کار؟ آیا من همراهتم؟ یعنی به من اجازه میدهی تا همراهت هجرت کنم ای رسول خدا؟ گفت همراه می رویم ای ابوبکر، همراه می رویم ای ابوبکر. اینجا ابوبکر گریان شد. عایشه رضی الله عنها میگوید گمان نمی کردم که کسی از خوشحالی بگیرید مگر آن وقت که دیدم پدرم از شادی گریست. ابوبکر از خوشحالی گریه میکرد. از شادی گریه میکرد که او پیامبر خدا را، دوستی خدا را، برگزیده خدا صلی الله علیه وسلم را در بزرگترین هجرت تاریخی همراهی میکند. و او برای این سفر آماده شده بود. گفت ای پیامبر خدا، من برای این سفر 2 مرکبی را آماده کردم. کدام یکی از آنها را که میخواهی اختیار کن. و این چون یک راهبلدی را با نام عبدالله ابن اریقه اجاره کرده بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه را از این کار آگاه کرد، از نزدش برآمد. خرج من عنده. اهل قریش را غم و بی‌طاقتی فرا گرفت، زیرا یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم زن و فرزندان و نزدیکان خود را گرفته مکه را ترک کردند و این حتما به آبروی مکه و اهل آن در میان دیگر قبیله ها لطمه میزند. اهل قریش تصمیم گرفتند تا در مجلسگاه خود که دارالندوه نام داشت جمع شوند و از هر قوم پیشوا و بزرگانشان بیایند. آنها جمع شده بودند تا چاره کار محمد و یاران او را ببینند و برای این مصیبتی که بالای آنها آمده است چاره اندیشند. همه اشرافان جمع شده بودند. یک مردی پیرانسال بین آنها درآمد. او را نمی شناختند. گفتند تو کی هستی؟ گفت من پیرمردی از اهل نجدم. گفت چی چیز تو را به اینجا آورد؟ گفت شنیدم شما مجلسی دارید، آمدم تا شما را نصیحت بکنم. او را در میان خود جای دادند. نمیدانستند که او انسان نیست. او خود ابلیس بود. خود را به صورت پیرمردی کرده بود تا در خطرناکترین جمامد قریش اشتراک کند. چیکار بکنیم این مردم؟ با محمد چی باید کرد؟ یکی از آنها با نام ابوالاسود گفت فکر من این است که او را از اینجا پیش کنیم و جانمان از او خلاص شود. ابلیس که در صورت پیرمردی بود گفت این فکر خوبی نیست. شما می دانید که او بسیار شیرین زبان و سخنور است. به نزد دیگر قبیله های عرب می رود و مردم را اطراف خود جمع می کند، سپس به جنگ شما می آید. گفتم این طور باشد شما چی فکر دارید ای مردم؟ مشورت می کردند. ابوالبختری گفت من یک فکر دارم. گفتند چی فکر؟ گفت او را می گیریم و حبس می کنیم و مردم را از او دور نگاه می داریم. ابلیس گفت این هم فکر خوبی نیست. گفتند چرا؟ گفت اگر این کار را بکنید مردم جمع می شوند و او را آزاد می کنند. این فکر خوب نیست. اینجا فرعون این امت سخن را آغاز کرد. ابو جهل و مردم گفت این فکرهای شما خوب نیست. فکر خوب تنها در من است. گفتند چی فکر داری؟ گفت از هر قبیله مردان با قوت و تنومندی را جمع می کنیم و با آنها شمشیر می دهیم و آنها همگی به محمد هجوم می کنند و او را می کشند و خونش به گردن همه قبیله ها می افتد. اینجا ابلیس گفت این فکر خوب و با حکمت است. خونش به گردن قبیله ها می افتد. قبائل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
اتفق المشركون مشرکان اتفاق کردند تا این نقشه خود را در همان شب عملی کنند. شب نیست شد. خداوند پیش از این به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی فرستاد تا این شب در خانه اش خواب نکند. جبرائیل علیه السلام آمد و او را از این کار خبردار کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم زود به نزد علی ابن ابو طالب رفت و او را امر کرد تا در جایگاه خواب پیامبر صلی الله علیه وسلم خواب کند و آن پیراهن پیامبر صلی الله علیه وسلم را بر روی خود بپوشاند. همگی اتفاق کرده بودند. سردارشان ابو جهل بود. 11 نفر بودند. در دستانشان شمشیر بود تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را همگی با یک ضربه بکشند. باید همه یک جا ضربه می زدند و خونش به گردن همه قبیله ها می افتاد. این مکری آنها بود تا تو را بکشند یا از اینجا پیش کنند. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. و آن شب نیست شد. چه رخ می دهد اکنون؟ آیا نقشه ابلیس و آن مشرکان در آن شب عملی می شود یا اینکه خداوند ذوالجلال پیامبرش را نجات می دهد؟ همه مشرکان جمع شده بودند. 11 نفر. میان آنها ابو جهل خیست و با یک فخر و تکبر مسخره کنان گفت: ای جماعت قریش، ای مردم، این محمد می گوید اگر شما از من پیروی کنید بر عرب و عجم حکمران می شوید و اگر وفات کنید برای شما جنت هاست و اگر شما به من بجنگید برای شما آتش جهنم است. پیامبر صلی الله علیه وسلم را مسخره می کرد. گفت این شب او را می کشیم. اینجا علی رضی الله عنه در جایگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم خواب بود. خود را به خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فدا کرده بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی آن مشرکانی که شمشیر در دست داشتند برآمد. پیامبر برآمد و این سخن خداوند را خواند: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا بهم این هنگام پیامبر صلی الله علیه وسلم را هیچ یکی از آنها ندید. 11 نفر منتظر بود، کسی او را ندید. پیامبر صلی الله علیه وسلم مشت خاک را گرفت و به سر هر یک آنها میریخت. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و مرد این منظره را میدید. نزد آنها آمد، گفت شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتند منتظری محمدیم تا از خانه بیرون شود و او را بکشیم. گفت چی ها میگویید؟ خداوند شما را خار کند. محمد کیها برآمد و به سر هر یکی شما خاک ریخت، سپس رفت و کسی او را ندید. خداوند در پیش چشم آنها پرده قرار داد. کور شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را ندیدند. آنها به سر همدیگر نگاه کردند، دیدند که خاک است. وقتی داخل خانه شدند دیدند که کسی در جاگه خواب است و او علی رضی الله عنه بود. آنها گمان کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم است و تا صبح منتظر شدند. وقتی که صبح شد به خانه در آمدند و دیدند که در زیر آن پیراهن علی ابن ابو طالب است. به همدیگر گفتند آن مرد راست گفت، آن مرد راست گفت. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. و این مکر خدا و حمایتش از پیامبر صلی الله علیه وسلم نگرید. از پیش آنها گذشت، بر سر آنها خاک پاشید، از میان آنها گذشت و همگی در دستانشان شمشیر بود و هر یکی از آنها جوانانی با تجربه قوم بودند. لیکن با این وجود خداوند پیامبر و دوستش را حفظ کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی خانه ابوبکر رهسپار شد و ابوبکر منتظر پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. آنها به سوی کوهی رفتند که در آن غاری بود با نام ثور در پایان مکه. پیش از اینکه به آن غار درآیند ابوبکر اول درآمد تا آنجا را از نظر گذراند. در آنجا 2 سوراخی را دید. یکی را با گوشه از لباسش محکم کرد و دیگرش را باشد با پایش محکم کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم داخل شد و در نزد ابوبکر نشست. بسیار خسته شده بود و سرش را به پای ابوبکر گذاشته خواب کرد. اما ابوبکر را باشد چیزی از پایش کشید. درد کرد. با او دردی سخت رسید.
لیکن او از جا نمی جنبید تا پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدار نشود. از شدت درد آب دیده ابوبکر میریخت و بر روی پیامبر صلی الله علیه وسلم افتاد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدار شد. گفت به تو چی شده ای ابوبکر؟ گفت چیزی نیست، چیزی پایم را گزید. گفت آنجا را به من نشان بده. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دید، خداوند را دعا کرد و به پای ابوبکر دمید و خداوند او را شفا داد. اما اهل مکه همه در جستجوی پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر بودند. همه جای مکه را گشتند اما نیافتند. از مکه بیرون شدند، با اسبها جستجو میکردند. به نزد آن غار رسیدند. آنها در نزد آن غار ایستادند. پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر داخل آن بود. ابوبکر غمگین شد. برای کی غمگین شد؟ برای پیامبر صلی الله علیه وسلم میترسید. گفت به تو چی شده ای ابوبکر؟ گفت اگر یکی از آنها به زیر پایش نگاه کند ما را میبیند. اگر یکی از آنها سرش را پایین کند ما را میبیند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با او گفت درباره دو کسی که سومی آنها خدا است چی فکر داری؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ای ابوبکر غمگین مشو. و فعلا خداوند آن اسب سواران را کور کرده بود. آنها رفتند و چیزی را پیدا نکردند. اما ابو جهل باشد با چند نفری به خانه ابوبکر رفت و دری او را کوفت. اسماء دختری ابوبکر در را گشاد. گفت پدرت کجاست؟ گفت نمیدانم. گفت میدانی؟ گفت نمیدانم. و در رویش یک شپاتی زد و از گوشش گوشواره‌اش افتید و خون از رویش جاری میشد. ابو جهل پلید در همه جا در جستجوی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. بابای اسماء آمد. پدری ابوبکر، ابو قحافه، پیرمردی نابینایی بود. وقتی به خانه در آمد گفت ابوبکر شما را خانه خراب کرد. اسماء گفت نه، او برای ما مالی گذاشته است. و سنگی را به بالایش پارچه از متاع گذاشت و دستی بابایش را بر آن رسانید و او گمان کرد که این مالی است. گفت اگر او این را برای شما گذاشته باشد خوب کاری کرده است. اسماء میگوید ابوبکر همه مالش را فدای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم کرده بود و برای عائله‌اش چیزی نگذاشت. 3 روز ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه وسلم در غار بودند. کی برای آنها خوراک می‌برد؟ عائله ابوبکر. اسماء برای آنها طعام می‌برد. عبدالله پسر ابوبکر باشد روزانه خبرها را از قریش می‌گرفت و چون شب می‌درآمد به نزد پدرش و پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌رفت و خبرها را به آنها می‌رسانید. قریش چیکار کردند و چی نقشه ها دارند؟ عامر ابن فهیر باشد که غلام ابوبکر رضی الله عنه بود، گوسفندان را می آورد و پای پسر و دختر ابوبکر را پاک می‌کرد. اما قریش باشد برای کسی که ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه وسلم را بیارد 100 اشتر جایزه گذاشته بودند. و اکنون وقتی برآمدن از این غار هم رسید تا به سوی مدینه، به سوی شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم هجرت کنند. ابوبکر رضی الله عنه 2 مرکب خود را که پیشکی تیار کرده بود آورد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت اختیار کن کدام یکی از آنها را که می‌خواهی. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوبکر رضی الله عنه به بزرگترین و خطرناکترین سفری تاریخی برآمدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با دوستش ابوبکر به سفر برآمدند. راه بلدشان کسی که راه مدینه را می‌دانست عبدالله ابن اوریقه نیز بود. خداوند نگهبانی آنها بود. با رعایت و نگهبانی خداوند راه را از مکه به سوی مدینه پیش گرفتند. قریش از جهت حریص بودنشان برای داشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم یا کشتن او و رفیقش 100 اشتر هدیه گذاشته بودند برای هر کسی که آن دو را زنده بیارند یا مرده اش را. اسب‌تازان آنها دیگر حریص شدند. روزی در مجلس نشسته بودند که میان آنها سراقه ابن مالک نیز بود. از خارج مکه مردی در آمد. گفت در راه 3 مردی را دیدم، گمان میکنم او محمد و یارانش بودند. سراقه چون این را شنید گفت آنها از اهل فلانند. من دیدم برآمدن آنها را. خواست تا اهل قریش را فریب دهد. میدانست که او محمد و دوستانش است. زود به خانه اش رفت، سلاحش را گرفت، به اسب سوار شده و همان راه را پیش گرفت. سراقه شتابان میرفت تا آنها را دریاب کند و آنها را بگیرد تا آن مکافات را صاحب شود.
و هرگاه به پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک میشد اسبش به زمین فرو میرفت و او میافتید. باز از جا میخیست، باز شتابان به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم میرفت. هرگاه نزدیک میشد اسبش فریاد میزد و پایهایش به زمین میدرآمد و او به زمین میافتاد. حتی که ابوبکر رضی الله عنه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم دائم در ترس بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او نگاه کرده گفت: نسبت دو کس که خدا سومی آنهاست چی گمان داری؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. اینجا سراقه دانست که او نمیتواند پیامبر صلی الله علیه وسلم را دریافت کند. از دور آنها را صدا کرد تا منتظرش بشوند. سراقه به آنها نزدیک شد. دانست که اینجا چی گپی هست. دانست که خداوند او را محافظت میکند. دانست که زورش به آنها نمیرسد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او پیشنهاد کرد. گفت: ای سراقه، چی فکر داری که از جای آمده‌ات برگردی؟ بازگرد به نزد قومت و خبری ما را پنهان کن. قریش را آگاه مکن. از ما خبری به آنها مده. گفت: در عوض این به من چی میرسد؟ گفت: برای تو دستپانه های کسری را وعده میدهم، پادشاه بزرگترین آن زمان را. بزرگترین پادشاه کسری بود. گفت: دستپانه های او را به تو وعده میدهم. پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها وحیی که به او میشد میگفت و یک گواهنامه گرفت و برگشت. و فعلا سراقه دیرتر اسلام آورد. سپس در لشکر عمر ابن خطاب به سوی جنگ فارس برآمد. وقتی که برای عمر دستمانه های کسری را دادند، او در میان لشکر صدا زد. گفت: کجاست سراقه؟ وقتی که سراقه آمد گفت: این وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این دستمانه های کسری برای توست ای سراقه. سراقه به مکه برگشت و خبری آنها را از قریش پنهان کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با دوستش در حفظ و امان خداوند به سوی مدینه راه را ادامه دادند. در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم و دوستش گرسنه و تشنه ماندند. از دور خیمه ای را دیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوبکر و آن راه بلد به سوی آن خیمه رفتند. وقتی که به آن نزدیک شدند یک زنی را دیدند با نام معبد خزاعی. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او سلام داد و از او طعام و نوشاکی خواست. آن زن گفت: این سال بسیار سال خشکی و قحطی است، ما چیزی نداریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک گوسفند خراب و لاغر و ناتوانی را دید که هیچ شیر نداشت. گفت: این گوسفند کیست؟ گفت: این گوسفندی است که از رمه عقید مانده است و آن شیری ندارد. او راه رفته نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آن را میخواهم. آن گوسفند را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند. آن زن نمیدانست که او رسول خدا است. پیامبر دعا کرد و پیستان آن گوسفند را مالید که پیستانش پر از شیر شد. این از برکتی کی بود؟ از برکتی پیامبر صلی الله علیه وسلم. یک ظرف پر از آن گوسفند شیر دوشیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشید. سپس دوستش نوشید. سپس اهل آن خانه نوشیدند. سپس پیستان آن گوسفند به حالت اوله برگشت، یعنی پر شد از برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم. اما معبد حیران شد. این چی کاری بود که رخ داد؟ چطور این کار شد؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم و دوستش آن خیمه را ترک کردند، شوهر آن زن آمد و آن زن هر چی که گذشت به او نقل کرد. مرد گفت: او کی بود؟ زن پیامبر صلی الله علیه وسلم را وصف کرد. مرد گفت: من فکر میکنم که او محمد و دوستش است. این کار را تنها محمد کرده میتواند. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم راه را به سوی وطن دویمش پیش گرفت. وقتی از مکه برآمد غمگین شده گفت: و خدا سوگند که تو از همه شهرها برایم محبوب تری و اگر قومت مرا از آنجا پیش نمی کردن من هیچگاه از آنجا خارج نمی شدم. همین طور در حفظ و پناه خداوند ذوالجلال به سوی مدینه راه را دوام داد. جاء الحبيب إلى الأنام هديا